تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سگرد غالب مسابقات 48 بین المللی کینگز کوپ 2022 یا جام پادشاهی 2022 در تایلند شد. در بازی نهایی روز 25 سپتامبر سال 2022 تیم تاجیکستان با دسته مالایزیا وارد رقابت شد. دوره اساسی بازی ها با حساب مساوی 0-0 به انجام رسید، ولی در سلسله ضربه های 11 متره بخت برای فوتبال بازان تاجیک خندید و آنها به دروازه رقیب 3 توپ به جواب زده با حساب 3-0 غلبه کردند. دروازه‌بان تیم ملی تاجیکستان رستم یتیموف که 2 ضربه پنالتی دسته مالایزیا را برگرداند بهترین بازیگر این دیدار اعلام شد. در ویدیوهایی که فدراسیون فوتبال تاجیکستان نشر کرد چقدر شاد و خرسند بودن اعضای تیم ملی تاجیکستان از پیروزیشان در این مسابقات دیده می شود. از جمله در یک ویدیو سرمربی تیم ملی پیتر سگرد در اتوبوس هنگام بازگشت از ورزشگاه به فوتبال بازان برای پیروزیشان در این مسابقات اظهار سپاس کرده با یک شور و هیجان شعار تاجیکستان به پیش را به زبان می‌آورند. در ویدیو دیگر دروازه‌بان تیم ملی رستم یتیموف که محض با شرافت او 2 ضربه پنالتی دسته رقیب را برگردانید و تیم تاجیکستان غلبه به دست آورد نیز در اتوبوس با یک هیجان زیاد به هر یک از همدسته‌هایش برای این پیروزی اظهار سپاس می‌کند. تاجیکستان! تاجیکستان! تاجیکستان!